سلام. از اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت پروان ده‌ها نفر شهید و صدها تن مجروح شده‌اند. مقامات گفتند سیلاب هزاران خانه را ویران کرده و به مردم میلیون‌ها افغانی زیان وارد کرده است. سرپرست وزارت امور خارجه کشور میگوید اگر طالبان با القاعده و گروه‌های دیگر تروریستی روابطشان را قطع نکنند، هیچ توافقنامه با آنها صورت نخواهد گرفت. وی تاکید کرده که توافقنامه صلح بر مبنای جمهوریت اسلامی افغانستان استوار میباشد. پاکستان میگوید موافقتنامه طالبان مسلح و امریکا به همکاری ما امضا شده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بعد از ملاقات با معاون گروه طالبان گفته است در پروسه صلح افغانستان همکاری می‌کنند. رئیس جمهور غنی امروز به دیدار سیاف به پغمان رفته است. ارگ میگوید رئیس جمهور ضمن احوال پرسی با وی در مورد اوضاع کشور نیز صحبت کرده است. و منابع از معرفی شدن نرگس نهان سرپرست پیشین وزارت معادن و پترولیم و 18 کارمند دیگر این وزارت به ساننوالی خبر می‌دهد.